صدرالدین مولایف عضو سابق سازمانی در تاجیکستان ممنوع جماعت تبلیغ بعد از نیم سال بازگشتش به تاجیکستان دوباره دستگیر شد. او با مساعدت مقامات امور داخلی از ترکیه با وعده بخشش گناه به تاجیکستان آمد. خانواده صدرالدین مولایف میگویند او را سنه 22 سپتامبر کارمندان دادستانی کل دستگیر کردند. روز جمعه اوی بود. روز شنبه بگاهی عصر دا محکم کردند. شنبه. صدرالدین مولایف از سال 2009 تا 2013 برای دعوت عمومی برای عملی نمودن فعالیت اکستریمیستی افراطگرایی در حبس بود. 6 سالش دادن. 4 سال برآمد. بعد اومد اینجا من گفتم که یا بیسی قطعه بسیار گرنگ میکنن. خیلی هم کلو من تریاک گرنگ میکنن. بعد دو جویم رفت یک 3 و 4 موجه شد. رفت خونه خلاص یک سالی شدن. بعد اینجا طول رفتن. در ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل گفتند افرادی که نسبتشان پرونده باز شده است و با خواهش خود از خارج به تاجیکستان برمیگردند نباید بازداشت شوند. در این ریاست گفتند بازداشت صدرالدین مولایف را تحقیق نموده بعداً اطلاع بیشتر خواهند داد. در دادستانی کل که به گفته خانواده مولایف پرونده او را باز کردند به خاطر خلل نرسانیدن به تفتیشات معلومات ندادند. بازداشت صدرالدین مولایف در حالی است که او پس از به دوشنبه آمدن در یک نوار ویدیویی که وزارت امور داخلی تهیه نموده ماه فوریه در شبکه‌های اجتماعی نشر کرده است میگوید با بازگشتن به کشور مورد عفو قرار گرفته است. مولایف در نوار ویدیویی تاکید میکند که حالا از عضویت در سازمان جماعت تبلیغ پشیمان است و از آن دست کشیده به زندگی عادی رو آورده است. از همه درخواست میکنم که با خواهش خود اعتراف کرده عریضه بنویسانند با اوباب جمهوری تاجیکستان و یک با ششم دل ایرا به نظر گرفتن نسبتشان قانون عفو تطبیق میشه. صدرالدین مولایف 35 ساله داماد روحانی معروف ملا حیدر شریفزاده بوده او را در شهر کولا با نام ملا صدرالدین میشناسند.